بچه سلام. امروز اومدیم واسه 3 تا کارت 5 میلیونی همستر دیلی کامبو. بچه بریم که بزنیم کارت های همستر رو. میایم توی قسمت ماین. اولین کارتمون میایم رو قسمت اسپیشال. این کارت هستش، این رو میگیریم و اولین کارت بهمون اضافه میشه. یکی از کارت ها این هست. کارت بعدی این دوتا هستش که باید همستر بوک رو تا لول 5 ارتقا بدیم. بریم همستر بوک کجاست، بریم تا لول 5 ارتقاش بدیم. فکر کنم تو لایگاه همستر بوک آره، اینو باید تا لول 5 ارتقا بدیم. 3 الان میشه 4 5 و تا بیاد. خب اینو تا 5 ارتقا میدیم. این کارت برامون باز میشه. حالا برای اینکه این کارت رو بگیریم باید همین کارتی که الان بازش کردیم و تا لول 8 ارتقا بدیم که من الان ارتقا میدم. ای 2 ای 3 این 4 کمت بازاش خرابه. اینم 5 این 6 این 7 این 7 اینم 8. حالا این کارت برامون باز میشه و این رو میزنیم و 3 تا کارت 5 میلیونی امروز رو به دست میاریم. تا ویدیوهای دیگر، خداحافظ.